بسم الله الرحمن الرحیم. خب این یه ویدیو جدید از ایچیموکو. یه اندیکاتور ما روی نمودار داریم که این اندیکاتور رو آخر فیلم بهتون میگم چی هستش. خب روش ما به این صورته که جاهایی که این دوتا خط با هم فلت شدن رو ما پیدا میکنیم. اولین جایی که این دوتا خط با هم فلت شدن، این نقطه‌ایه که نشونتون میدم. ما اینجا میتونیم وارد پوزیشن بشیم. ببینید دقیقاً اینجا با این کندل که روش علامت گذاشتم فلت اتفاق افتاده. هدف ما تاچ فلته. میبینیم که با چند تا کندل این فلت تاچ میشه. استاپمون هم به اندازه تیپی تو نمودار قرار میدیم. دوباره میریم جلو، چارت رو میریم جلو تا به فلت همزمان این دو خط قرمز و مشکی برسیم. خب اینجا دوباره این فلت رو ما داریم. در این نقطه‌ای که با خط آبی با خط عمودی مشخص میکنم جاییه که فلت شده. با بسته شدن این کندل صعودی ما وارد پوزیشن میشیم. استاپمون میشه به اندازه تیپی، یعنی ریسک به ریوارد 1:1. تیپی ما میشه دقیقاً خط افقی ما، خط فلت ما که اینجا مشخصش میکنیم. خب دقیقاً همینجاست. قبل از اینکه بخواد استاپ بخوره میاد تیپی ما رو تو این نقطه میزنه. خب حالا میریم جلوتر. باز ما اینجا دوباره این نقطه رو داریم. ببینید دقیقاً این کندل فلت اتفاق افتاده. با ریسک به ریوارد 1:1 وارد پوزیشن میشیم و این خط رو هم برامون تاچ میکنه. خط بعدیمون اینجاست که البته دیگه این خیلی ارزش نداره. خب این روش رو فکر میکنم یاد گرفتید. حالا این دوتا خط قرمز و مشکی چیه؟ این ایچیموکوه که ما تنظیماتش رو به این حالت قرار دادیم. تنکنسن رو روی 26، کیجنسن رو هم روی 52 قرار دادیم. خط قرمز ما تنکنسن با تنظیمات 26 و خط کیجن هم با تنظیمات 52. خب دوستانی که متوجه نشدن میتونن فیلم رو چند بار نگاه کنند. خیلی ساده است.